اگر اجازه بدید چند تا از دوستان یه پلاکارت‌های دستشون گرفتن، اونا به نظر من خسته میشن، اونا پیامی رو به من دادن اولین سوال اون باشه من اونو جواب بدم. عزیزان اسم دو تا از طنز پردازا رو آوردن که نوشتن 5 میلیون و کنارش اسم بنده رو آوردن و نوشتن 4 میلیون. اگر اجازه بدید چون دست دوستان خسته نشه من این رو اول توضیح بدم. بله من فکر میکنم این نکته‌ای که دوستان گفتن و زحمت هم میکشن دستشون گرفتن یه جسارتی است به منتخب ملت جناب آقای روحانی در این منطق، یعنی هر کسی طنز بیشتری بگوید رأی بیشتری می‌آورد و این رو من توهین به منتخب ملت می‌کنم. این سال اول دوستان.